روز سه‌شنبه و چند ساعت بعد از آنکه رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت ایران یک چرخبال آپاچی آمریکایی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است، نیروهای ایالات متحده به ایران حمله کردند. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی گفت در این عملیات سیستم‌های دفاعی هوایی، رادارها و مرکزهای فرماندهی ایران را در نزدیکی هرمز هدف گرفتند. به گفته فرماندهان این اقدام پاسخ متناسب به حمله‌ها علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که نیروهای آمریکا به جزیره قشم و شهر بندری سریک در تنگه هرمز حمله کردند. تهران گفته است که چرخبال آمریکایی را آنها نزدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشورش هیچ گونه حمله یا تهدید را بی پاسخ نمیگذارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که به یک پایگاه آمریکایی در اردن و 21 هدف دیگر در اطراف خلیج فارس حمله کرده است. پایگاه‌ها در کویت و بحرین نیز در بین این هدف‌ها بودند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت تقریبا همه موشک‌ها و پهپادهای ایران را محو کردند و هیچ گزارشی درباره آسیب دیدن نظامیان آمریکایی نرسیده است. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت که وضع صحتی دو خلبان چرخبال آپاچه معتدل است. پس از شدت گرفتن این درگیری‌ها صبح روز چهارشنبه نرخ نفت در بازارهای آسیا حدود 1% بالا رفت. دونالد ترامپ بارها گفته است که واشنگتن و تهران به سازش نزدیکند، اما از زمان آغاز آتشبس شکننده در اول ماه اپریل پیشرفت کمی به دست آمده است.